برای اجرای دستور داپلیکیت ایج و داپلیکیت بوردر نیاز داریم یه صفحه پیش‌فرض بکشیم. این صفحه هیچ گونه خطی نداره و برای اینکه از خط کمکی توی طراحیمون استفاده بکنیم دستور اول انتخاب میکنیم و اجرا میکنیم. برای اینکه بتونیم ازش به عنوان یه دیواره کمک بگیریم به این شکل در میاد. دستور بعدی هم دوباره توی همین صفحه میتونیم یه صفحه دیگه بکشیم یا توی همون صفحه دستور دومو که بزنیم تمامی ابعاد این دستور بر ما خطش کشیده میشه. یعنی اگه صفحه رو من تکون بدم شما این خط رو میبینید.